روز 25 مارت در دو میدان مرکزی شهر بشکک، میدان قدیمه و میدان علاتو، با اشتراک رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچبک توشیف مراسمی به خدمات مرزبانی و وزارت حالتهای فوق‌العاده سپردن تکنیک حربی و مخصوص دایر شد. به قشونهای مرزبانی قرقیزستان 55 ماشین زیرپوش تمغه تیگر که برای کشاندن سربازان پیش بینی شدند، همچنین 50 ماشین کماز داده شد. این تکنیک حربی از پول بودجه خریداری شدند. همین طور وزارت حالتهای فوق‌العاده با کمک بانک جهانی 58 ماشین سوختار نشانی دریافت کرد. این وزارت گفت از سال 2008 به این طرف این بار اول است که پارک ماشین‌هایش با چنین مقیاس بزرگ نو کرده می شود. اما بخش اعظم تکنیک خریدار شده حربی بوده برای تقویت حمایت مرزهای قرقیزستان پیش بینی شدند. قمچبک توشیف گفت اکثر این ماشین ها به ولایت بادکن فرستاده خواهند شد. بخش اساسی آن را به ولایت بادکن میفرستیم. در آنجا طور خبر دارید مسئله سرحدی خطرناک است، گفت توشیف. او همچنین گفت که اخیرا قرقیزستان برای حمایت مرزهایش از ترکیه هواپیماهای بی سرنشین بیرقدار و از امارات متحده عرب 40 ماشین زیرپوش خرید و روزهای نزدیک با جلب این تکنیک‌های نو از جمله هواپیماهای بی سرنشین مشق‌های حربی دایر خواهد کرد. پرزیدنت صادر جباروف که خودش سر فرمان یکی از ماشین‌های زیرپوش نشست، آن را از میدان مرکزی بشکک راند. قبلا گفته بود اگر سالهای پیش بشکک از خارج اساساً تجهیزات‌های کونه را به شکل کمک بی بازگشت می‌گرفت، از این به بعد از حساب خود تجهیزات‌های موثر خواهد خرید. سال گذشته برای این هدف‌ها از بودجه 7.5 میلیارد سوم جدا شده بود. امسال برای تحکیم حفظ سرحد حدود 3 میلیارد سوم جدا میکنیم، گفت صادر جباروف. 7.5 میلیارد سوم این برابر تقریبا 80 میلیون دلار و 3 میلیارد سوم برابر بیش از 30 میلیون دلار آمریکایی است. تقویت سلاح‌های قشون‌های مرزبانی قرقیزستان در پس منظر مناقشه‌های مسلحانه پیوسته در مرز این کشور با تاجیکستان صورت میگیرد. تنها در یک سال اخیر در نتیجه زدوخوردها در مرز ولایت‌های بادکند قرقیزستان و سغد تاجیکستان دست کم 58 نفر به هلاکت رسیده، نزدیک 270 تن دیگر زخمی شدند.